با عرض سلام دوستان ارجمند هواداران همیشگی فوتبال تاجیکستان، این هم برنامه 90 دقیقه که عین حال مستقیما از شبکه ورزش منظور شما میگردد. چون همیشگی من بابا холмуродзода و این نوبت هم با همراهی کارشناس فوتبال استاد ورزشی اتحاد شوروی علی رشا محمدов قرار داریم. خوش آمدید به استودیوی شبکه ورزش. و دوستان ارجمند، ما در برنامه 90 دقیقه راجع به بازی‌های دوره پنجم حرف میزنیم. هفته گذشته 4 رقابت باز هم در لیگ اولی چمپیونات مملکت برگزار شد. بیاید متوجه میشویم خوجان در میدان خود با حساب 4-0 بر کوکتوش غلبه به دست آورد. بازی خطلان و کلوب مرکزی ورزش ارتش مساوی به پایان رسید. ایسترافشان در سفر با حساب 3-2 اسخط رو مغلوب کرد و دوشنبه باشد در میدان خود بر روشن با حساب 4-2 دست بالا گردید. راستی بعد از اون که خوجان از تیم равшан дар даври гузашта ба бохт рӯбарӯ шуд, ман бовар надоштам ки онҳо бо ҳисоби калон ғалаба мекунанд бар Кӯктош. Манам боварӣ надоштам ки ин хати муҳофизаи равшан хеле суст бозӣ мекунад дар ин бозӣ. ба ҳар сурат натиҷаи ғайриинтизор аст барои шумо? Не акун гирем ҳозир даври панҷума рафта истодааст. Ба фикр мекунам ҳама дастаҳо кам ба ҳамдигар фаҳмӣ ва бозӣ камтар шиддатнок ба амал меорад. бале, хуб, ташаккури зиёд дӯстони арҷманд. биёед шарҳу тавзеҳи рақобатҳои даврро аз дидори дастаҳои хуҷанд ва кӯктош оғоз мекунем. خب دسته خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند تیم کوکتوش را قبول کرد و با حساب 4-0 غلبه به دست آورد. رقابت دسته ها با گل زده دلشاد بزرگ در دقیقه 41 دیدار آغاز شد. بعدا دلیر یادگورов به میدان آمد و بعد از 6 دقیقه به میدان آمدنش حساب را 2-0 کرد و این فوتبالباز بعدا باز осеб گرفت، میدان رو ترک گفت. برای شفای کامل میخوایم با دلیر یادگورов. بعدا نازیم باباجانov در دقیقه آخری رقابت حساب بازی را 3-0 کرد و همچنین طاهیر ملادوستوف هم در دقیقه ایلوگی وقت اساسی رقابت گل چهارم دسته خوجان را بعد دروازه دسته کوکتوش روان کرد و همین طور خوجان در موسم امسال غلبه کلان خود را به دست آورد. خب اگر ما با بازی خوجند و کوکتوش متوجه شویم، میبینیم که رستم خوجاєв تا یک اندازه بعد از بازی با دسته روشن در سفر اون کمبودی هایی که داشت دسته برطرف کرد. شما که به واسطه این بازی رو دیدید، چگونه به نظر شما سپری شد و کدام برتری ها رو دسته خوجند توانست نشان دهد؟ بازی رو من دیدم و گپ زدنیم که این شوت بزرگ است برای کوکتوش. کوکتوش خوب بازی کرد، توپ رو اداره خوب میکرد و گویم که نیم момент هم داشت. خردکک باید به ثمر میرسوندند، از اونها نشد و خوجند از وضعیت‌های خود استفاده برد. برای همین این شوت بزرگ باید نمیشد و خطاگیری کم در خط دفاع بودن از دسته کوکتوش. ترتیبات جدی نبود در خط محافظه در دسته کوکتوش. خب بسیاری ها هم میگویند که دسته کوکتوش در موسم امسال یکی از مدعیان هم هست برای رفتن از لیگ اولی. شما چه نظر دارید؟ این گپ‌ها بر وقت گفتن، برای اینکه این حال یگان معلوم نیست. نو دور سر شدن، نو بازی سر شدن. با فکرم این خیلی پیش ما رفت شدیم که این گپ‌ها گفتیم که با فکرم کوکتوش حالا چی گویم، همین بازیگرای پیشش بسیار خوبن. بسیار با تجربه اند و همین از خفا کمتر ساز کنن همین ترتیبات جدی را خط دفاع. خب در مورد دسته خوجند گفته میگذاریم، چرا دسته پیوسته همین طرف بازی ها رو نشان داده نمیتواند؟ منم حیران، نه خوجند پیوسته میتوند نه روشن پیوسته میتوند. برای همین من نمیدونم برای چی باز بازیگرای با تجربه نیستابیل نه، استوار بازی نمیکنن. نمیدونم سیرش در چی باشد. اونجا بودن در کار اینا فهمیدن، لیکن هست یک بازی رو نقض میکنن، یک بازی رو. مثلا کی رو در نظر دارید شما؟ نه همین با من با هیجان اومدم از بازی خطی کلوب
همین گفت صدام که از بازی خطی رفت. خوجان دیدم خطی خوجان چخیر ترتیبات بود جدی و با دسته دوشنبه ممکن حالش در میدان باشد که آنها در عادت نکردگی باشند ممکن پوچو دیگه خیلی کار کردن ممکن لیکن این خطی چخیر با تجربه خطی دفاعی روشن اگر گوییم با خطوگی خب بعدا میگذاریم با بازی روشن و اونجا بعدا اینو خلاصه شبروورد خجایف فهمید کجا با کار کردن در کار همین هفته با تیاری دیدم بعد غلبه بزرگ آورد. بله واقعا هم دوستان ارجمند برای دسته خوجان این غلبه مهم هم هست. خب اکنون برای خوجان حالا مهم است که صدرنشینی خود را در جدول ادامه دهد چون که استقلال هم برگشت از عربستان سعودی و رقابت باز هم تیزتون می شود. هرچند استقلال 5 بازیش رو برگزار نکرده است ولی اخیر همین هفته الکی رقابت رو برگزار میکند. خب به نظر شما از لحاظ بازی در موسم امسال خوجان بهتر است یا نه؟ از لحاظ در عموم بازی اکنون خیلی گفتن نمیشد که یک سربالو است از دیگر دسته ها و دیگر دسته های هم محاربه میبرند مبارزه میبرند با خوجند و با فکرم خوجند ولی بازی همین اپتیمال نه بازی همین خودش نیافته است تا آخره ها از پیش داولینی هست یک پیوست بازی نیست. بله یعنی بازی دست جمعونه دیده نمیشه. بازی یک جمعونه در همه همین 90 دقیقه دیده نمیشه. خب چی باید کرد که خوجایف مثلا همین گونه بازی دست جمعونه رو راه اندازی؟ خوجایف ترینری با تجربه است و خودش از این مسئله نقص‌تر میدوند از اون برای اینکه هر روز قطعی دسته است و از این وضعیت میبرد. بله خب دوستان ارجمند حالا گوش میاندازیم با سخن‌های رستم خوجایف که در پایان همین بازی چه گفت. بازی چون که شما دیدید اول نیم ساعتی اول کمتر دشوار گذشت دسته کوکتوش هم خیلی بازی خوب نشان داد در هجوم کمتر بازی ما اون روشی که ما میخواستیم نگرفت بعد نیم ساعت بازی و فکر من بازیگرا هم کمتر به خود آمدن از سببی که در بازی پیشین ما غلبه نکردیم بازیگرا کمتر ناآرام بودن و بعد 30 دقیقه به فکر من بازی همه طرفه در دست خوجان بود و به فکر من غلبه ما یگان سوال هم ندارد. خب دوستان ارجمند برمیگردیم با استودیو. رستم خوجایف هم گفتند که بازیگران از عهده وظیفه‌های خود خیلی هم خوب برآمدند در این رقابت و اکنون می‌بینیم که در دورهای آینده خوجان چگونه بازی‌ها رو نشان می‌دهد. خب دوستان ارجمند با یکی از بازی‌های می‌گذاریم که اونجا رقابت این دسته ها مساوی به پایان رسید در ورزشگاه پختکار شهر بختر. خطلان با کلوب مرکزی ورزش ارتش رقابت کرد و بازی با حساب 1-1 به پایان رسید. سنت‌الله اسماعیلوف در دقیقه 67 گل زد و بعدا کامران میرزاخان حمایتگر کلوب مرکزی ورزش ارتش نتیجه را برابر 1-1 کرد. خب به نظر شما مساوی به ضرر کدام دسته بود در همین دوره مسابقه؟ ضررش بعد گفته میشد و این مبارزه بود برای همین 3 خال دیده میشد که برای 3 خال مبارزه بود بسیار شدید بود مبارزه و با اداره کنی تو بهتر کم ترک بهتر چسکا بود کم ترک بهتر بود بعد وضعیت های کم ترک خوبتر داشتن گوینم خطا نمیکنیم بازیگران چسکا ولی وقتش هم در وقت خطلان در میدان خودش بازی میکرد و با فکرم این 2 خال رو با فکرم خطلان گم کرد از جهت همین وضعیت‌های خطرناک با فکرم چسکا هم گم کرد. خب نبودن سرمربی در این دسته احساس میشود؟ اکنون اونجا هستن بچه‌ای که برسال مربیان هستن ولی نبودن خودی سرمربی خیلی اکنون چه بگم اینجا این مشکل گفتن ممکن اینا به نقض اومد که دویم بازی خلا
چی گویم با باخت دچار نشدن. بله. خیلی هم گویم میشه. خب هنرنمای خیلی ولوی فتلوف رو میبینیم و بعدا اونجا حالت افساید میگوید داور. از کاران خوش میکنیم که همین حالت رو یک بار دیگر نشون بدید. بسیار امکاناتی خوب هم بود ولی بعدا این حالت حساب کرده نشد. در عموم بازی فوتبالبازان کلیدی یا خود بازیگران اساسی که محور میدان یا خود مرکزی میدان رو بسیار خوب اداره میکنند در این دسته به نهایت خوب است. خب شما چی میگه درباره اون فوتبالبازانی که صفت لیدری دارند در کلوب مرکزی ورزش ارتش؟ همین گونه حالت دیده میشود؟ اکنون اینو مثال از طرفی چی گویم وزیر اگر گیریم شودیبک در موبایل بازی میکند این بازی ها رو و در اینجا حاضر همین کامران میرزا خان بله میرزا خان همون صفت لیدریش نشان داده است و فکر میکنم حالا در پیش است همه حالا نو همین چی گویم ریتمی بازی را یافته ایستادن برای همین همدیگر فهمی وزیر ایستا میبیاید هم قوت میبیاید هم دیگر فهمی بعد ایستا همش با جوش میبیان همش میدونن که کدام طرف دوند کدام طرف توپاتیان چه بازی کنن برای همین این همش در پیش برای همین لیدرها مهمن لیکن هم جوانای بسیار جوانای خوب هستند در CSKA برای همین فکر میکنم که در این CSKA در یک پوزیسیون در یک موقع دو کس هستند برای همین دو یعنی حیات احتیاطی دسته مذکور هم خوب است. خب بازی خطلون رو شما چگونه شرح میدید؟ دسته مثل موسم گذشته بازی کرده نمیتواند. سبب شما نمیدونم اون یکی خطلون در میدان خود سرانو به هر حال تن نمیتید برای همین فکر میکنم مقابل تمامی دسته مقابل فرقش نیست برای همین من فکر میکنم بازی که ایشون خلاصه میبرد و ایستا دستش هم این کورس احتیاطیش کمتر کوتاه است برای همین ایستا با ترتیب میبرد با فکر من همین میشود. بله خب تشکر زیاد دوستان ارجمند. یادآور میشم که کلوب مرکزی ورزش ارتش و خطلون دسته‌هایی هستند که حالا نسبت به حریفان خود در پایان جدول قرار دارند. به هر صورت برای این دو دسته در بازی‌های آینده به دست آوردن امتیاز اولین درجه است. خب دوستان ارجمند میگذاریم با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه که اونجا بازی مهم و یک بازی خاطرمون هم گوییم خطا نمیکنیم یا بازی سرگل با اشتراک دوشنبه و روشن صورت گرفت و اونجا هم بازی ها خوب صورت گرفتن ولی حالا توجه میکنیم با دیدار دسته های اسخط و ایسترافشان دوستان ارجمند یکی از بازی هایی که اونجا یک چند لحظه های بسیار هم خفناک و خاطرمون رو در پی داشت بازی با حساب 3-2 با فایده فوتبالبازان دسته اسخط مثلا ایسترافشان با پایان رسید. در این رقابت البته ما دیدیم که هرچند حساب 2-2 بود ولی در دقیقه بعدی اوتابه کریموف و میدان آمدن آنها توانستند با حساب 3-2 غلبه کنند. اوتابه کریموف یکی از گل‌های بسیار هم زیبا رو به ثمر رسانید و بعدا در پایان رقابت در دقیقه 91 آنها پیروزی خود را جشن گرفتند. خب اگر با بازی اسخط و ایسترافشان در عموم متوجه شویم می‌بینیم که دسته نوی که در لیگ اولی حالا بازی میکنند این اسخط واقعا هم آماده است که مقابل دسته های تجربه دار خوبتر و بهتر بازی کند. خب این موفقیت شاگردان حمید کریموف رو در چی میبینید؟ در جابجاگذاری بازیگران یا از لحاظ همون فلسفه خودی سرمربی دسته؟ خیلی من میگفتم که اینو تشنه بازی هستند. به نظر میرسد که میخواهند بازی کردن. خیلی بعضی وقتا مهارت نمیرسد تجربه نمیرسد این هست لیکن از مثلا ترتیب و همین تشنه بازیان اینو همین تن نمیتونن اینش به نظر میرسد. یعنی 90 دقیقه میتونن خوبتر بازی کردن. نه به هر حال اینو 90 دقیقه بازی رو خوب میکنم. کمتر عقب نشینی خفا هست و دیگرش در پیش خیلی خوب هجوم میکنن برای همین وضعیت‌های خوبم دارن. خب با حیات ایسترافشان نسبت به حیات سال گذشته که اونجا شما فعالیت میکردید چه تفاوت دارد؟ تفاوتی بازی دسته ایسترافشان در چی است؟ با فکرم اینو یک دو بازیگری ما در پارسال 2
ду легионер доштем фақат дар дуюм давр ду ҳозир 4 легионер беҳтар шудааст хати мудофиаам беҳтар шудааст барои ҳамин фикр мекунам ҳамин ду голе ки из хата зад ба фикрам бобоев ки қурбон дарвозабон начандон хуб тӯпро аз дарвоза баргардонд ба фикрам махсусан дар голи аввал ки мебинем голи аввалам голи дуюмам бояд камтар дарвозабон ана инҷо дидед иштибоҳ бо панҷаи даст бояд бо мушт мезад мумкин вай дигар ҷо мерад хай аз ин ҷо осон гуфтанд баъд ана дуюмам ба тарафи бозингари эсхата зад хел гирем значит камтарак хатогии дарвозабон. хуб Хурмон Боев дар ҳамин рақобат агар гӯем қаҳрамони ҳамин вохӯрӣ ҳам буд хато намекунем чунки корти сух гирифт баъдан бо як таниши лафзӣ бо футболбози дастаи ҳариф ва мебинем ки голи дуюмро чӣ гуна сар медиҳад ба дарвозаи худ аз сӯи футболбозони дастаи эсхата яъне ин ҷо ҳам хатогии дарвозабон аст хатогии дарвозабон бояд ба бар занад тӯпа яъне ба канори рост ба канори не чап не ба канори рост барои ки ин кори дарвозабон хай инҷо зарбаам сахт буду баъд тӯпам камтарак аз инҷо мегум аз инҷо осон гуфтанд дар он ҷо қимтар барои ҳамин ба фикрам дарвозабон бояд ин корро ба тарзи дигар анҷом медод рост мегӯем. хуб аммо эсхата ҳамон ҳисоби бозиро нигоҳ дошта натавонист чаро бозиҳои ду барои пешсаф буданд дақиқаи 75 таҷриба нарасид таҷриба все-таки опыт дар кораи дар лигаи олӣ мегӯям ки кам ино мехоҳанд хоҳишашон зиёд аст барои ҳамин фикр мекунам оҳиста иноам бозӣ аз бозӣ одат мекунанд. хуб ҳамид каримов ҳам баъд аз як бозӣ гуфта буд ки албатта иштиҳо баъд аз хӯрдани хӯрок меояд яъне онҳо аллакай лаззати пирӯзиро чашиданд ва акнун ба оҳистагӣ метавонанд натиҷаҳои хуб нишон дода вале хислати дастаи сарафшан бисёр хуб буд чунки дар дақиқаи охир онҳо тавонистанд ғалаба ба даст оварда ва чизи дигар дар поёни ҳамин рақобат он буд ки кашмакашӣ ва ҷанҷолу хархаша бисёр сар зад бо иштироки бозингарони ҳарду даста ва довар маҷбур шуд ки ба 4 нафар корти сух нишон диҳад. хуб мутаваҷҷеҳ мешавем дисциплина дар истаравшан соли гузашта чӣ буд ва ҳоло чӣ гуна аст ва махсусан дар худи дастаи эсхата якун соли гузашта дар вазъияти мушкилтарин будем ва бачаҳо ҳама дарк мекарданд ки мо дар вазъияти мушкил будем барои ҳамин талаботам ино ҳамашон тартиботашон хуб буд ва фикр мекунам ин камтарак асаб мумкин Қурбон ҳамин ду хатогиш ба асаб овард ёки чи асабонӣ шуд барои ҳамин намедонам лекин ба ҳар ҳол истарафшан бозиро буровард ва яъне тавонистанд ғалаба карда медонам ки истарафшан то охира бозӣ мекунад то сониҳои охирон бозӣ мекунад. хуб дар дақиқаи иловагӣ боз як ҳимоятгари дигари дастаи истарафшан Бахтиёр Қаландаров ҳам бо корти сух ҷазо дода шуд ва аз майдон хориҷ гардид яъне ин ду талафот ҳоло дар бозии ояндаи дастаи истарафшан дар дерби сухт таъсир мерасонад. акнун дарвозабони хуб доранд аз Ӯзбекистон Шаҳбоз дарвозабони хуб аст лекин дар хати дифоъ ҳамин проблемаи калон мешавад барои Маҳмадҷон Хабибуллоев набудани Бахтиёр Қаландаров бояд фикр кунад ки дуруст монад бо инҷо дерби доранд барои ҳамин бисёр сараш дар мекунад. бале дуруст аст ва Бахтиёр Қаландаров ҳам эътироз кард ҷониби довар ки дарвозабонро корти сух дод чаро маро корти сух медиҳед ин бисёр вай буд чӣ мегӯянд каме баҳсоро ба миён овард ҳамёни бозингар ва вазъиятро надидам бале ба ҳар сурат душвортар буд вале маълум шуд ки онҷо ҷанги лафзӣ
یعنی میان بازیگران با میان آمده است به این خاطر. نه من با فکرم داوران باید جدی‌تر باشن که همین بحث و همین گپ‌های کمتر شود. نو در کار همین در کار نیست. ما بازی میکنیم بسیارترش همین هشتگ بسیار میشه. برای همین وقتی بازی کمتر میشود. هر وقت میستیم هر وقت هشتگ باید داوران جدی‌تر باشن. خب قریب سرمربی استرافشان رو هم خارج کنند از بازی. داور با محمد جان حبیب‌الله کارت زرد نشون داد. از سرول برای ما نافهمه بود که چرا کارت زرد، ولی بعدا صدای خود داور به گوش رسید که برای میکروفون های استودیوی سایه رو با پای زدن سرمربی دسته استرافشان با محمد جان حبیب‌الله کارت زرد داد. محمد جان حبیب‌الله قبلا از چند بازی هم یعنی خروج کرده شده بود از جانب که کمیته و فکر میکنم در این بازی هم سرمربی استرافشان کمی عصبی خود رو داشته نتوانید. ممکن دید که ممکن یک چیزی نمیشناختگی ممکن دیده است هم نزده است. به هر صورت ولی به هر صورت خب عموما شما یگون بار دیده بودید که داور با سبب آن که با پای مثلا میکروفون های استودیوی سیاره شبکه تلویزیونی رو میزند با او آگاهی میدهند. راستی برای من بوری اول است. راستی منم نودیدم. بوری اول. خب تشکر زیاد دوستان ارجمند. حالا گوش میاندازیم با سخن‌های سرمربیان اسخاتا و استرافشان. По игре, вот видите, боевая такая игра была, хорошая игра. Вот, ведя в счете 2 раза. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Вот, и в конце где-то не хватило. Не хватило не только не физических качеств, да, а в тактическом плане. Вот. И 2 гола, значит, с левой стороны, вот, 2 прострела, 2 гола, конечно, вот второй и третий гол. Вот это вот немножко не доработала вот молодежь. Вот там у нас как раз дебютировал защитник молодой, вот где-то там что-то произошло, ошибки. خیلی که میدونیم بانی دستای استرافشان اسخاتا یا کی استرافشان خوجت هم و بازی با یک چی بالان میزگرد و امروز درباره بازی من رو گفتنیم که در قسمت اول بازی عنوان بازیگرانی ما که او وظیفه‌ای که ما گذاشته بودیم اجرا کرده نتونستند. پیش از همه دروازه‌بان دسته که به حد یک خطای خیلی نابخشیدنی کرد. باید فکر میکنیم با خوبتر بازی میکرد، لیکن با از روی همین سر که قربانعلی بابوی با جنجال رو تشکیل کرد. این دو تا کارت سرخ یک چی پستی همین بازیگرا را ایشون میدهد. برای که ما 3 بر 2 غلبه داشتیم چنین غوغا و چیو در کار نبود برای ما. خب دوستان ارجمند باز هم برمیگردیم به استودیوی شبکه ورزش. برنامه 90 دقیقه مستقیما ادامه دارد و بیاید میگذاریم به دیدار دسته های دوشنبه و روشن که با حساب 4 بر 2 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با پایان رسید. در این رقابت فوتبالبازان دوشنبه توانستند 4 گل به ثمر رسانیده. سرول بازیگران روشن توسط 7 گل علیشیر ارگاشوف حساب رو برابر کردند. بعدا محمد ریزوموف حساب رو 1 بر 1 کرد. عوض قمچینوف در قسم دوم به میدان اومد و دسته روشن رو به پیش برد. اما هنرنمایی کاپیتانی دسته دوشنبه عزت‌الله روزیف بسیار هم خوب بود. از ضربه جریمه گل زد. لگیونر ایرانی امین مموری هم حساب رو 3 بر 2 کرد و در اخیر باز هم عزت‌الله روزیف گل نباتی دسته دوشنبه رو به نام خود ثبت کرد. خب یکی از بازی‌های سرگل‌ترین در این دوره مسابقه بود محض رقابت دسته‌های دوشنبه و روشن که ما دیدیم با حساب 4 بر 2 به پایان رسید. خب راستی از اون که بازی روشن بسیار زیر توجه مخلصان سرشماری فوتبال هم قرار دارد، نگفته نماند که دوشنبه یک دسته است که بسیار یک بازی دست جمعانه و خوب رو نشان داد در چند بازی ها. شما چه نظر دارید راجع به بازی هم دوشنبه و هم روشن در این دوره مسابقه؟ اکنون من گفتم پیشتر که من با هیجان رسیدم از بازی خط دفاع روشن کلوب. اینا باید بعد هر یک بازی باید با استوارتر باشن که در پیش جام افریقا دارن. برای من فکر میکنم با من همینش با هیجان رسید که 4 گل این خیلی بسیار برای
و ببینید که اونجا بهترین دیفوگرانی که قبلا در دسته های دیگری تاجیکستان بازی میکردن هنرنامه حسن رستم و سفرعلی کریموف سعید امیری سعید احمد اما چرا مهارت با تجربه خط دفاعی بسیار با مهارت با تجربه من نمیدونم این در این بازی چی شد ممکن میگم که میدان تاثیر خودش رسون لیکن دسته با مهارت با تجربه باید 4 گل سر ندهد. خب 4 گل در حالی بود که فوتبالبازان روشن 2 مرتبه پیشرفت بودند از روی نتیجه حساب 1-0 و 2-1 ولی این برتری خود را نگاه داشته نتوانستند. ممکن با فکرم خستگی ممکن خودتون میدونید که ماه شریف رمضان است همین بسیاریش من مشکل است برای بسیاری از آنها این به نهایت مشکل است لیکن به هر حال 4 گل برای دسته که معرفی میکند ما رو زیاد است با من همین خط دفاع نه اونقدر خوب بازی کرد با بازی پیش با خوجان. خب لیگنرونی دسته روشن رو چگونه بها میدید؟ هنرنمای اونها چگونه بود؟ مثلا نسبت به لیگنرونی روشن لیگنرونی دوشنبه خیلی خوبتر هنرنمایی میکردن. درست این رقمی 30 تگو خیلی مشکلی رسون با دفاعی دسته روشن بعد از چپ و راست خیلی تیز بودند بازیگرای دوشنبه با فکر من همین خیلی و فکر میکنم لیگیونروی اکنون روشن که نودربک هم نه اونقدر فعال بود راستی گفت بنیاد شدیف بود در پیش هم نوروز هم نه اونقدر فعال بود با فکرم و همین که انا قمچینوف خیلی میخواست نمایان بود ولی در قسم دیوم ببینید غیرتعلی میرحمدوف 2 بازیگر رو با میدان آورد و هر دو هم گل دسته رو سازمان دادند. بازیگری نورس در تیم نورس تاجیکستان بازی میکرد و همچنین عوض قمچینوف ولی در بازی ها همیشه در کرسی احتیاطی با میدان میآید. خب بعدا با هنرنمای کاپیتان دسته دوشنبه متوجه میشه عزت‌الله روزیف بسیار فوتبالبازی بود که در این عقوبت صفت لیدری خود را نشان داد و بازیگری که از کرسی احتیاطی با میدان اومد لیگنر ایرانی دسته دوشنبه و آنها توانستند نتیجه خوب رو برای تیم تامین کرده. خب همکاران ما از کاپیتان دسته دوشنبه هم مصاحبه گرفتند بعد از رقابت از عزت‌الله روزیف که بعدا در پایان رقابت از پنالتی هم گل زد. او اندیشه خود را راجع به این بازی حساس چنین گفت. امروز براستی بازی چسکا دو هفته بازی کردیم بچه‌ها راستی بازی چون نچسبید مومنت‌های خود را استفاده بردن نتونستیم ایوای مومنتاشون زدم مقصد این победа را به ترنر میبخشیم ما بواری نداشت او بازی که ما خیلی بازی میکنیم مقصد با چسکا مقصد ما دکزت کردیم که ما میتوانیم بازی کنیم. خب عزت‌الله روزیف میگه که ما اثبات کردیم کی میتونیم خوبتر بازی کرده و فکر میکنم دسته که حالا حیاتش از چند دسته ها جمع آوری شده است و چند فوتبالبازان هم رفتند مثلا یچیبک رشیدبکوف با کلوب مرکزی رفت یکی از لیدران اساسی دسته بود ادریس امینو ولی دسته باز همون مثل موسم گذشته خوبتر بازی کرده است. نه من دیدم این عزت من نشناسم از پیشروی خوب دارد برای من لیدرز که نشان داد که لیدری کماند است چه بگم ویترانی کماند در اینجا دیر بازی میکند برای من دستای بازی کرد راستی گپ و اگر گویم در بازی پیش از چسکا اینو هم وضعیت داشتن بسیار دوشنبه وضعیت خوب داشت لیکن توپ ندارد برای این مربی دوشنبه اینم وقت در کار اینم تیز ناومد اینم کمترک دیر اومد که نظر شو برای اینم وقت در کار که بچه هم پیوست کند متحد کند و نتیجه به دست آورد. خب دوستان ارجمند متوجه میشیم به سخن‌های سرمربی دوشنبه و روشن. رحمت کلام فکر اندیشه بود در بازی چی بود تیاری دیدم بچه‌ها اون چیزی که ما در این هفته تیاری برای بازی دادیم اون بچه‌ها در قسم دیم گفتگی ما رو بجرو کردن در نتیجه غلبه ما شد. اول
дастаи душанберо табрик мегум барои се хол. Баъдан тими мо имрӯз як хеле бозӣ бад ишон дод. Ман намедонам аз чӣ сабаб боша. Хеле ҳам як бозӣ бад ишон дод ки ба ин бозӣ ман умуман ба ман қонеъ нестам дар бозӣ. Ман намедонам аз чӣ сабаб боша. Бачаҳо хеле ҳам бозӣ бад карданд. سرمربی دسته روشن غیرتعلی میرحمدov هم از بازی شاگردانش اظهار نگرانی کرد در این رقابت. واقعا هم وضع دسته روشن از لحاظ به دست آوردن امتیازها چندان خوب نیست. دسته که گفته میشه در موسم امساله برای زینه‌های بالای جدول مبارزه میبرد. هرچند حالا 5 دور سپری شده است، باز دورهای دیگر در پیش است و امید می‌بندم که وضع دسته روشن باز خوبتر و بهتر میشود. و دوستان ارجمند، در даври панҷуми чемпионати тоҷикистон 17 гол ба қайд гирифта шуд ва аз миёни он танҳо як голи беҳтарин дар ин ҳафта аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш беҳтарин интихоб гардид. биё тамошо мекунем. خب بارسات گلی بهترین بود در دور پنجم چمپیونات تاجیکستان. گل‌ها زیاد بودند اما بهترین از آنها این گل به قید گرفته شد. همچنین گلی زده سنت‌الله اسماعیلوف در بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش هم گلی زیبا بود از ضربه جریمه‌ای، ولی فرقیت کلان است از رفتی بازی و زدن از ضربه جریمه‌ای. خب دوستان ارجمند، یک چند امور در دور پنجم به قید گرفته شد. در این دور 17 گل به قید گرفته شد. در عموم 5 گل در قسم اول زده شد و در قسم دوم 12 گل، یعنی معلوم میشد که 45 دقیقه قسم دوم واسم پرشدت صورت گرفته است. یک پنالتی تعیین کرده شد و اون هم در بازی دوشنبه روشن بود. اینچنین از لحاظ کارت‌های زرد خیلی زیاد کارت‌های زرد بودند، 22 کارت زرد در این دور مسابقه. این واقعا زیاد است. گفته میشود که عین حال ادب رفتاری بازیگران در بازی‌ها چندان خوب به نظر نمی‌رسد. خب با کارت سرخ 4 کارت سرخ نشان داده شده است و اون هم در یک رقابت با اشتراک دسته‌های اسخات و استرافشان 4 بازیگری هر دو دسته از میدان بنابر سبب ویران کردن قاعده بازی بیرون کرده شدند و تا این دم در یگان بازی در موسم امسال 4 کارت سرخ نشان داده شدن نبود و مخصوصا در موسم گذشته که 2 مرحله چمپیونات این گونه آمار به قید گرفته نشده بود و شاید اینجا با گفت شما بازیگران همون عصب‌های خود را خوب اداره کردن نتوانستند و بالاخره به کارت سرخ آورده رسانید و حتما باز از جانب کمیته انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اونها جزا خواهند گرفت و این حتما با فعالیت اونها به تاثیر نمیماند، چون که 1 2 یا 3 بازی خارج شدن اونها باز هم به فرم ورزشی اونها حتما تاثیر میرساند. خب دوستان ارجمند، در پیش ما و شما رو البته هیئت رمزی دور انتظار است. هیئتی که از جانب گروه ایجادی برنامه تهیه شده است. بهترین هایی که در این دور نتیجه خوب نشان دادند با هیئت شامل شدند. خب بیاید متوجه میشویم در خط دروازه هیئت رمزی دور پنجم چمپیونات مملکت دروازه‌بانی که یگان گل به دروازه خود سر نداد الکسی ماتروسوف از خوجند شامل گردید. هنرنمایش به‌نهایت عالی بود در بازی با کوکتاش. درست، دروازه‌بانی با تجربه است. برای همین فکر میکنم به خاطر بازی کرد. بله و بار اول هم در موسم امسال به هیئت رمزی دور شامل شد. خب در خط حمایه یک باره 4 نفر دوستان ارجمند: اسدبек زیادزاده از دسته استرافشان، در خط حمایه مرکز عزت‌الله روزیف از دسته دوشنبه. در مورد هنرنمایی او الکی ما گفته گذاشتیم. کامران میرزاخان که کلوب مرکزی ورزش رو نجات داد در بازی با خطلان و همچنین فردوس چکالوف. ولی همین دفاعگرانی که حالا به هیئت رمزی شامل شدند در موسم امسال چطور که شما بالاتر گفتید در یک سطح بازی کردن نمیتوانند، یعنی استوار بازی کردن نمیتوانند. هرچند فردوس چکالوف الکی مرتبه دوم میشد که به هیئت رمزی شامل میشود. خیلی برای اینم حاضر همین بازی‌هایی که حاضر میشوند و یا استوار دسته‌ها رو نشان میدهند که با کدام سطح تمام
баҳор ҳам гузашт шудааст, барои ҳамин бозии устувор нишон додан дар кор. Барои ҳамин ман мехоҳам ки ино устувортар бозӣ кунанд ҳамашон. хуб дар маркази майдон дӯстони арҷманд 4 нафар қарор гирифтанд. Инҳо 4 бозингаре ки дар бозиҳои дастаҳои худ хеле хуб дурахшиданд. Далер Имомназаров аз дастаи Душанбе, Эҳсон Бобоев аз дастаи Хуҷанд нимуҳофизатгар ва инчунин дар паҳлӯи ӯ Ҷаҳонгир Сафаров аз дастаи Истаравшан, футболбозе ки ба голи дастаи Истаравшан партоби гол овар кард, ва ҳамчунин Нозим Бобоҷонов аз дастаи Хуҷанд аз канори рости майдон. Дар хати ҳамла бошад дӯстони арҷманд 2 нафар қарор гирифтанд. Инҳо Дилшод Бузуров аз дастаи Хуҷанд аст ва дар паҳлӯи ӯ бошад Сунатулло Исмоилов, ҳамлагари марказии дастаи Хатлон ки давоми 90 дақиқа дар бозии Хатлон бозӣ кард ва 1 гол ҳам зад. Ба ҳайати рамзии давр Рустам Хоҷаев беҳтарин мураббии ҳафта яъне муаррифӣ шуд ва фикр мекунам арзандам ҳаст. инҷо на ду кас мо гап задем, Мамаҷон Халбибуллоев барои ин ки бозӣ мушкилтарина баровард, рости гап дар дақиқаҳои охирон бурид ва ду арзанда буданд. хай беҳтараш ҳамин Рустам Хоҷаев барои ин ки вай баъди бозии клуб хулоса баровард ва дастаро омода кард ки дар майдонашон ғалабаи бузург кунанд. خب به هر صورت برای سرمربی استرافشان هم در پیش بازی بسیار هم مشکل است. دربی سوخت فکر میکنم اونجا باز بهترین بودن مربیان معلوم میشد، هم رستم خوجایف و هم ماماجان حبیب‌الله، و فکر میکنم از جهت تاکتیکی نفر موفق میتواند غلبه کرده. درست. چون که در دربی سوخت پیروزی بنهاد مشکل است. راست میگه. دربی مردم هم بسیار میبینند، برای همین بسیار در استرافشان میشد. برای همین بسیار مشکل میشد برای خوجند هم برای خود استرافشان، برای اینکه یک بازیگری دفاع ندارند، پرابلمه. برای همین خیلی بازیگری احتیاطی دارند و به هر حال اینو همه بازی میکردن. قلندر هم بازی میکرد، برای اینو تاثیر نرساند. و در خوجند هم دلیر یادگورов осеб гирифт, бозингари асосии даста. دلیر یادگورов. اینجا خوجند خط دفاعش چه گویم بوده خوب است، استابیلی میشود. برای همین اینجا دربی سخت میشه. بسیار خوب میشه. به هر صورت منتظر میشویم. و دوستان ارجمند این هم بود هیئت رمزی دور پنجمین چمپیونات تاجیکستان تا 11 بازیگر بهترین و سرمربی دور انتخاب شدند و برای انتخاب بازیگر بهترین اونقدر مشکلی هم نکشیدیم. برای انتخاب بهترین بازیگر درست، برای اینکه این ارزنده است. با فکر من برای اینکه برورد نشون داد. بله. خب بهترین بازیگر دور پنجم عزت‌الله روزیف از دسته دوشنبه گردید. دوستان ارجمند کاپیتان این دسته صفت بازیگری خود را، صفت لیدری خود را در بازی با مقابل روشن نشان داد و همچنین اضافه کرد که این غلبه را ما با سرمربی دسته نظیر شوریزوموف میبخشیم که توانست با مهنت خود بعد از اون بازی‌هایی که اخیر داشتیم آمادگی ما رو بهتر کند و توانستیم نتیجه خوب به دست آورد. خب عزت‌الله روزیف دوستان ارجمند اولین مرتبه در برنامه 90 دقیقه بهترین بازیگر دور انتخاب می شود و همچنین اولین بار در برنامه ما یک حمایتگر بهترین بازیگر دور می شود. همیشه نیمه‌فیزدگران، همیشه حمله‌گران و دروازه‌بان‌ها بهترین می شدند، اما ببینید بوری اول حمایتگر هم 2 گل زند، این نتیجه خوب است. خیلی خوب است. خیلی خوب است. خب به هر صورت عزت‌الله روزیف رو تبریک میکنیم با انتخاب شدن به جایزه بهترین بازیگر هفته از روی فرضیه شبکه ورزش. خب با جدول مسابقه متوجه میشویم که کدام دسته در کدام موقع قرار دارد. خوجند همانو صدرنشین است با 10 امتیاز نسبت به فایزکن. آنها یک بازی زیادتر کردند. فایزکن در زینه دوم، استرافشان زینه سوم، دوشنبه و کوکتوش امتیاز یک خیلی به دست آوردند. آنها پای هم در زینه چهارم پنجم هستند. و کلوب مرکزی ورزش ارتش خطلان دسته های هستند که در قفا هستند، ولی استقلال حالا یکم بازی برگزار نکرده است. و بیاید متوجه میشیم دوستان ارجمند بر روی خط بازی های دور ششم که استقلال هم اولین رقابتش رو در همین هفته دایر خواهد کرد. رقابت بسیار هم مهم. سراول روشن و خطلان، دربی خطلان است اونجا. بعداً استرافشان خوجند، دربی سوخت، کوکتوش دوشنبه، استقلال کلوب مرکزی ورزش، دربی دوشنبه و بعداً فایزکن اسخاتا.
من سه دربی است. اگر از وضعیت استفاده بردم من میخواستم که استقلال رو تبریک کنم با این غلبه‌ای که ما رو خیلی تاریخی است برای در لیگ قهرمانان. در لیگ قهرمانان ما خیلی شاد شدیم و راستی گپ کیف کردیم از این بازی. این نتیجه‌ای که هست این باز استقلال دستای ما رو باز با لیگ آفریقا کشید باز دو دسته بازی میکنن برای همین خلوی طلایی بله واقعا خلوی طلایی گرفتن برای ما با همه کارگران و فوتبال بازون با همه بسیار رحمتی کلان ما میگیم بسیار مهنتی خوب کردن و رو بلند کردن فوتبال تاجیک. بله واقعا هم شما از دیدار نخست استقلال در موسم امسال لیگ اولی چی رو انتظار هستید مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش؟ راستی گپ همینش از اونجا اومدن از بازی اونجا با اینجا گذاشتن اینش هم تاثیر میرسوند. بسیار دشوار است. خیلی وزیر با دارند یک 4 روزی دیگر دارند برای همین آماده میشن و فکرم اینجا چخیل میشد همین گذاشتنی از لیگ قهرمانان به لیگ اولی اینش هم خیلی معما است. به هر حال اینو تیارن استقلال خیلی خوب تیار است و فکرم بازی بسیار شدید میشد در استادیوم مرکزی برای همین خیلی شوق‌آور میشد بازی میرم تماشا میکنم. خب دوستان ارجمند بازی‌های بسیار هم مهم سه دربی در دور ششمی لیگ اولی برگزار می‌شود. روشن در میدان خود با خطلان بازی می‌کند و تمام مخلصان سرشماری روشن رو هم به این میدان به این بازی دعوت می‌کنیم. بعداً است روشن خوجند شاید به دعوت ما هم ورزشگاه پر می‌شود در این رقابت در دربی سوخت و کوکتوش با دوشنبه کوکتوش در میدان خود بازی میکند. مخلصان خیلی سرشمار دارد دسته کوکتوش این معلوم است و استقلال کلوب مرکزی ورزش ارتش اون نفرانی که از بازی استقلال حلاوت بردن در لیگ قهرمانان از همه آنها دعوت میکنیم که و ورزشگاه مرکزی آیند و بازی نخست استقلال رو در لیگ اولی تماشا کنند از نزدیک. من فکر میکنم حلاوت دیگر دارد تماشای فوتبال از میدان و بعداً فایزکن اسخاتا که این بازی حالا فایزکن در میدان خود برگزار نمیکند. یکی از بازی‌های مهم هم است برای شاگردان طاهر مومینوف چون که دسته فایزکن حالا در جدول مسابقه برای زینه اول مبارزه برده است. اسخاتا هم گل بسیار زده است برای همین فایزکن در هر یک بازی اسخاتا گل میزند برای همین 8 تا زدگی‌اند برای همین گلزن کمانده گلزن چی که دوشنبه هم گلزن است کوکتوش هم میتونه در میدانش خیلی گل بزنه برای این بسیار حیات‌آور میشن بازی‌های بسیار هم خاطرمند فکر میکنم و جالب و جذاب صورت میگیرند. از علیار اشرمحمدوف برای شرکتشان در برنامه 90 دقیقه سوری سپاس میکنیم که دوام این دقیقه‌ها ما را همراه بودند و راجع به بازی‌های دور پنجم چمپیونات تاجیکستان فکرهای خود را بیان کردند و اکنون در پیش بازی‌های دور ششم است دوستان ارجمند که برگزار میشود پای هم در روزهای کاری و بعداً روزهای استراحت و باز در روز دوشنبه ما با استودیوی برنامه 90 دقیقه می‌آییم و راجع به بازی‌های دور ششم حرف میزنیم. سپاس بی اندازه از شما و دوستان ارجمند تا برنامه‌های آینده صحتمند و پیروز باشید.